خب دوستان عزیز، اینجا یه جای دیگه هستش که قسمت‌های با ارزش و چیزای با ارزش و حالا اتیکجات و چیزای قدیمی اینجا فروخته میشه. مثلا اینا رو می‌بینید، اینا پلاک هستش فکر کنم، اشتباه اگه نکنم. بعد اینا هم چاقو هستش، چاکماک. خب اینجا می‌بینید. خب اینجا هم تسبیح هستش در زمان قدیم، حالا نمیدونم دوره ساسانی بود، عثمانی بود، اینا هستش. ببینید چیزای خیلی قدیمی. اینا سکه هستش. خب اینا دوربین هستن، دوربین های قدیمی، حالا این مرده میفروشه. خب دوستان عزیز، اینجا یه دونه سوت هستش که فکر کنم نمیدونم متعلق به چند سال پیش باشه. حالا خب دوستان اینجا هم دوربین های قدیمی هستش، ساعت های قدیمی همینطور که میبینید. خب این هم کلکسیون کلن، حالا ساعت و تسبیح هستش همینطور که میبینید. واقعا یعنی اینطور اتیکجات رو من خیلی دوست دارم. خب اینجا هم حالا میبینید کلیه هستن، یوزو کلیه، دستبند. خب دوستان اینجا ساعت های قدیمی، رادیو هستش، چیزای قدیمی. و حالا اینجا رو ببینید دوستان، خب پولای قدیمی، نمیدونم مال چند سال، 100 سال، حالا میتونه پیش هم باشه. اتیکجات دوستان از اخشاب درست شده یا از فلزات درست شده. اینا هم مال، حالا نمیدونم مال چند سال پیش میتونه باشه و خیلی هم قدیمیه. در بازار دست دوم ازمیت هستش.